قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: علماء يحملون إسنادا في القرآن. اتخذ السلف رحمهم الله تعلم القرآن أصلا في بدء طلب العلم، فتلقوا القرآن بسند متصل على علمائهم، وأخذ عنهم من بعدهم، ومن أولئك الإمام أبو حنيفة. روى القراءة أرضا عن الأعمش وعاصم وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. در درس قبلی در رابطه به اهمیت سند در قرآن بیان کرده شد که گرفتن سند در قرآن این سنتی و طریقه سلف رحمه الله است، چون که ابن جزری رحمه الله فرمودند که قال السلف القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. یعنی گرفتن سند یک سنتی است که آخر از اول میگیرد. و از جمله از ثمرات اسناد ذکر کرده شد که گرفتن قرآن با سند متصل از وسایل های حفظ کتاب الله عز و جل است که همون الله سبحانه و تعالی کتابش را حفظ میکند از این طریق، و همچنین از اسباب اتقان روایت و ضبط الاداء و همچنین حفاظت زبان از واقع شدن در خطا است. و همچنین از ثمرات داشتن اجازت این است که شخصی که براش اجازت داده می شود در قرآن مشرف می شود به داخل شدن در سلسله از حفاظی که کتاب الله عز و جل را با سند از خود کردگی هستند، در این سلسله داخل می شود و مشرف به ایچ می شود. حال در این درس علمایی که حمل کردگی هستند سند را در قرآن، یعنی علمایی که سند در قرآن دارند، صاحبی سند هستند، ذکر میکنند. اتخذ السلف رحمه الله تعلم القرآن أصلا في بدء طلب العلم، فتلقوا القرآن بالسند المتصل على علمائهم، وأخذ عنهم من بعدهم، ومن أولئك الإمام أبو حنيفة رحمه الله المتوفى 150 هجري روى القراءة عرضا عن الأعمش وعاصم وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله. سلف رحمه الله شروع کردن تعلیم قرآن را اصلا در بدایت طلب علمشون شروع میکردن تعلیم قرآن را. سلف رحمه الله اصلا در بدایت و در ابتدای طلب علمشون شروع میکردن از آموختن قرآن و از خود کردن قرآن. و فتلقوا القرآن بالسند المتصل على علمائهم، گرفتن قرآن را، تعلیم گرفتن قرآن را، از خود کردن قرآن را با سند متصل بر علمایشان. و اخذ عنهم من بعدهم، و همچنین گرفتن کسانی که باز بعد از اونها آمدن از اینها. و من اولئک، و از اون کسانی که از علمایی که شروع کردن و سند گرفتن و باز کسانی که بعد از اونها آمدن و از اینها گرفتن، از اون ابو حنیفه است که قرائت را، یعنی که روایت کردن قرائت را عرضان، یعنی پیشنهاد کردن و خواندن از اعمش، یعنی سندشون از کی است؟ سندشون از اعمش است. و عاصم و عبد الرحمن بن ابي ليلى. و همچنین وروى القراءة عنه الحسن بن زياد. حسن بن زياد از او روایت کرده است. دوم الامام الليث بن سعد که متوفی 175 است. روى القراءة عن نافع رحمه الله. این قرائت را از نافع رحمه الله روایت کرده است. و همچنین روى القراءة عنه ابنه شعيب و ابن وهب. این هم از او قرائت را باز از اون فرزندهاشون روایت کرده. همچنین الامام مالک رحمه الله که 179 هجری است وفاتش، اخذ القراءة عرضا عن نافع بن ابي
نعيم. إمام مالك رحمه الله از نافع بن أبي نعيم سند را گرفتگی هستند. وروى القراءة عنه و همچنین از او باز قرائت را روایت کرده است ابو عمرو الاوزاعی و یحیی بن سعید، اینها باز از او گرفتگی است. چهارم الامام الشافعی رحمه الله 204 هجری اخذ القراءة عرضا عن اسماعیل بن عبد الله ابن قسطنطین رحمه الله، یعنی قرائت را از اسماعیل ابن عبدالله ابن قسطنطین از روایت کرده است. بله و همینطور صاحب کتاب از علمایی که سند گرفتگی هستند، سند متصل به پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند و کسانی که بود از اونها گرفتگی هستند روایت میکنند. محمد ابن عبدالله ابن عبدالحکیم و همچنین الامام ابو عبدالله الواقدی صاحب کتاب مغازی و سیر، این از نافع ابن ابی نعیم گرفتگی است و همچنین از عیسی ابن وردان و سلیمان ابن مسلم ابن جمار عن ابي جعفر و شیبه و همچنین قرائت را روایت کرده است محمد بن سعید کاتبه. و دیگر از علمای سلف ابو عبید قاسم بن سلام رحمه الله صاحب کتاب السنه. بله اخذ القراءة عرضا وسماعا عن علي بن حمزة الكسائي وشجاع بن ابي نصر وسليمان بن حماد واسماعيل بن جعفر وحجاج بن محمد وهشام بن عمار وعبد الأعلى بن مسهر وسليم بن عيسى ويحيى بن آدم از اینا گرفتگی است. ابو عبید قاسم بن سلام سال وفاتش 224 است، یکی از علمای سلف است. و همچنین احمد بن ابراهیم و احمد بن یوسف تغلبی و علی بن عبدالعزیز بغوی و غیرهم هم از روایت کرده است، از گرفتگی است. و همچنین از علمای مشهوری که هست ابو حاتم الرازی، از علمای سلف است، صاحب کتاب تفسیر است و دیگر از رساله های اعتقادی از علمای سلف است که هم از گرفتگی هستند. و همچنین کسانی که بود از او گرفتگی هستند قرائت را و اجازت را ابو بکر بن مجاهد. و این ذکر شد که اخذ القراءة عرضا و سماعا عبید قاسم بن سلام ابو عبید قاسم بن سلام عرضا و سماعا، یعنی هم خود خواندگی هست و هم شنویگی هست. روایت باز طریق مشهود یا اینکه بر شیخ و استاد خوانده می شود یا اینکه از او گوش کرده می شود. و همچنین دیگر از علمایی که مشهور هستند ذکر اما که مشهور هستند بیشتر ما ذکر بشوند زیرا زیاد از علما را ذکر نکرد و وقت تنگ است برای همه اینها را ذکر کردن. دیگر الامام ابن جریر الطبری، الامام ابن جریر الطبری که معروف است، متوفی 310 هجری است، صاحب التفسیر. اخذ القراءة عن ابن خلاد والعباس بن وليد بن مزيد وروى الحروف سماعا عن عباس بن وليد ويونس بن عبد الأعلى وأبي كريب محمد بن أعلى وأحمد بن يوسف تغلبي بله. و همچنین از علمایی که باز مشهور است الامام ابن خزیمه رحمه الله متوفی سال 311 هجری اخذ القراءة عرضا عن عمران بن موسى الغزاز رحمه الله. الامام ابن خزیمه صاحب کتابی حدیث است و همچنین صاحب کتاب توحید ابن خزیمه رحمه الله کتابی خیلی جالب است. و همچنین علمای مشهور دیگر الامام دارقطنی متوفی سال 385 هجری صاحب سنن عرض القراءات على ابي بكر نقاش. و همچنین از علمای مشهور دیگر الامام ابن منده استاد امام بخاری و متوفی 395 هجری روى القراءة عن علي بن جعفر البغدادي بمصر ومحمد بن محرم الجهوري. و همچنین از علمای دیگر ابو عبدالله الحاكم نسابوری متوفی 405 صاحب المستدرك. بله. و همچنین ابو نعیم الاصبهانی از امام طبرانی سند را گرفتگی است و در نزد او قرائت کرده است و از او شنیدگی است. ابو نعیم اصبهانی مشهور است و دیگر از علمای دیگر ذکر می‌کرد که همه اینها از اساتید خود و از مشایخ قرآن را با سند خواندگی هستند و گرفتگی هستند. قال ابن الجزري لا اعلم احدا في هذه الامه رحل في القراءات رحلته ولا لقي من لقي من الشيوخ ثم قال كذا ترى همم السادات في الطلب. هیچ احدی را در این امت میگم من نمیدونم اینکه برای در این قرائات رحلت کرده باشد و سفر کرده باشد ولا لقي من لقي من الشيوخ، یعنی ملاقات نکرده باشد کسی را که ملاقات کرده باشد از شیوخ. ثم قال كذا ترى الهمم السادات في الطلب. این چنین میگه بزرگوارا همت اونها را میبینی که در طلب علم چگونه بودن.
همه اینها نزد همین شیوع به خاطر قرائت رفتگی هستن و اینا را طلب کرده هستن رفتگی هستن. دیگه معلوم است که در وقت جز تعلیم ها جز در مساجد دیگه در جای دیگری نبوده. غالبا اکثرا تعلیم ها در مساجد بوده. شخص از کجا می اومده، در کجا می خورده، در کجا می ایستاده با هیچ چیز مسئول نبوده. می اومدن مردم طلب علم میکردن، حلقه می نشستن و پس همه این بیانگر همت این بزرگوار هست طلب علم. و همچنین از علمای دیگر معروف در کتابت از علمای حنبلی ابوالوفاء ابن عقیل الحنبلی، این هم قرائت را در نزد ابوالفتح ابن شیطان خواندگی است. و همچنین علمای دیگر از علمای مشهور الامام شاطبی که تصدر للإقراء بمصر وانتهت إليه الرياسة في الإقراء، صاحب القصيدة الحرز الأماني ووجه النهائي في القراءات المشهور بالشاطبية، صاحب كتاب من قصيدة الإمام الشاطبي. وهمش از علماء النحو أبو حيان النحوي الأندلسي، إنهم از علماء از کی با سنت خواندگی است. و بعداً الإمام الذهبي از کسانی بود که از علمایی که از خصوصش اینه توجه کرده است به قرائات. و دیگر الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري أخذ القراءة على شيخ أبي محمد عبد الوهاب بن سلار والشيخ أحمد بن إبراهيم ابن طحان يمخونيس. وهمجنين وأقرأ في مكة والمدينة والقاهرة والإسكندرية ودمشق والبصرة والبورصة. بورصة منطقة قدر 50 كيلومتر دور از اسطنبول است. بورصة وخراسان وإصبهان أو أصبهان وهرات، إنه منطقة خراسان هستند. هرات منطقه ولایتی که در افغانستان است. و شیراز و سمرقند و ماوراء النهر. ماوراء النهر منطقه هستند مثل شرق نهر، اینه که واقع از در شرق نهر جیحون و الان نامش چه آمودریا، نامش چه آمودریا. این منطقه ما و شما است کو فندگیس آمودریا جیحون طرف شما قریب جیحون فندگیس طرف او از افغانستان است کو اون طرف آمودریا میگن ماوراء النهر همینجا داخل میشه. یعنی ببینید که علمای سلف به همین جا رفتگی هستن و در همین جا اونها خواندگی هستن. از بیشتری یعنی به همین شخصیت این جزری میخوان که مردم موشو بیشتر در قرائت همین علم همین به اونجا رفتگی است. و همچنین علمای مشهور زکریا الانصاری و دیگه الشیخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، در نزد الشیخ ابراهیمی عبیدی شيخ مصر في القراءات تنازع مخندك يس قرأ أول القرآن على شيخ إبراهيم العبيدي شيخ مصر في القراءات كيس شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن صاحب كتاب فتح المجيد، صاحب كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد از نواي محمد بن الوهاب. شيخ عبد الرحمن ابن حسن از فرزندانی محمد بن الوهاب است. پس نبرش شيخ عبد الرحمن و همچنین اسم دیگر فرزندش شيخ سلیمان صاحب کتابی تیسیر العزیز الحمید. و ایره وقتی که تکمیل نکردن به شهادت رساندنشون و این کتاب تکمیل کردن به نام فتح المجید شرح کتاب التوحید که تکمیل کتاب العزیز الحمید، یعنی شرح از کتاب التوحید تکمیل هم است. بله. و همچنین از علمای نجد، از علمای مشهور شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن. شیخ عبداللطیف اینها کتابای خیلی جالب دارن. شیخ عبداللطیف ابن عبدالرحمن که فرزند بود عبدالرحمن است، نوای محمد الوهاب ابن حسن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. قرأ القراءات على سلمونه رحمه الله. پس این علما که البته اجازه کشید علمایی که بیشتر علمای مشهور هستند که قرآن را خواندن در نزد مشایخ با سند و این بیانگر همت آنها است که پس طلاب علم خصوصا کسانی که در بخش قرآن میخوانند و حافظ قرآن هستند حداقل اگر که همه قرائات را نتوانست از خود بکنند حداقل کمترین یک قرائت یا که اون سه چهار قرائتی که مشهور است. صغار يحملون إسنادا في القرآن يسر الله تلاوة القرآن وحفظه على المسلمين فكما حفظه الكبار كذلك حفظه الصغار. فقد حفظ القرآن أبو محمد بن عبد الله بن محمد الأصبهاني وله 5 أعوام وقد بادر الصغار إلى حمل الإسناد فيه ومن أولئك الصغار. در این قسمت مصنف در رابطه با اون کسانی که از اون خرسالانی که حمل میکردن اسناد رو در قرآن، یعنی سند میگرفتن در قرآن از کسانی که در حالی که صغار بودن. یسر الله تلاوت القرآن و حفظه المسلمین.
الله عز وجل تلاوت القرآن را و حفظش را آسان کرده است. فكما يحفظه الكبار كذلك حفظه الصغار. چگونه که بزرگان اون را حفظ میکنن همینطور خرسان اون را حفظ کرده است. فقد حفظ القرآن ابو محمد عبد الله بن محمد الاصبهاني وله 5 اعوام. چگونه که قرآن را ابو محمد عبد الله بن محمد الاصبهاني حفظ کرده در حالی که او 5 ساله بود. فقد بادر الصغار الى حمل الاسناد فيه ومن اولئك الصغار عبد الصمد بن عبد الرحمن الأندلسي الآشي قال روى القرآن عن أبيه تلاوة وسمع منه عدة كتب وهو دون 10 أعوام. ومشي توبتن وقد بدر الصغار بتحقيق مشي توبتن برای حمل اسناد گرفتن سند در قرآن و از جمله از اون خرسرانی که شتاب میکردن برای گرفتن سند در قرآن این عبد الصمد بن عبد الرحمن الأندلسي الآشي است. قرآن را از پدرش تلاوتن و همچنین شنیدگی از او یک تعداد از کتاب‌های دیگر را در حالی که سن سالشان کمتر از 10 ساله بودن. کمتر از 10 سال. یعنی الان در این جوانهای من و شما کمتر از 10 ساله ولی از پام پیش برآمدگی نیست. همین و 20 ساله ولی از بازی‌ها را تمام کردگی نیست. ولی بازی چوش در خونه‌اش هستن. کم کم بازی میکنه. و پارک میذارد. از یکم پارک میذارد. بازی چهار میبیند 20 ساله است و ذهنش میریزد. هم یک لین پاپا بریم یا نمیدونم فلان جو بریم کمتر بازی بکنیم. حالا هم محبت هست. او وقت 15 ساله است در اسب سوار میشید. یک روزی در 20 ساله در اسب اگر سوار بکنید توراتش میشکنن. میگه از این چیز میگه فرور میگه گیره میکنه. او وقت این گونه بدن. 16 ساله است راه چی است؟ سلشکر است. 16 ساله است سلشکر است. و 16 ساله 15 گوسفند نگو کردن نمیتونه. 16 ساله به شوخی 15 گوسفند دو گوسفند چنان میتیش میجوشید 10 تا رونش کردن میتونه 9 تا میاد. سری حال جوانان متاسفانه این مشکل است. از این خاطر عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله این فرزندهاش باز می‌داشت از چی؟ از بازیچه‌هایی که میتونن برای کودکان بازی کنن از این چیزا. به اینکه که نمی‌ذاشت با این چیزا برون. زیرا یه بدونید که درست است که اینا در اصل در شریعت پسندهایی که مخالفت شریعت نباشد باقی نیست. ولیکن این زینت‌هایی که در پارک‌ها و در نمیدونم صدیق‌ها و دیگر جاها که میکنن اینها فکر نکنید که فقط تنها برای خوشحالی کودکان میکنن. جهت دیگر برای فکرها را یکی و دیگر طرف بردن هست. یعنی یک بخش دیگری که هدف دارن دشمنان الله عزوجل از این کارها این است که کودک رو به همین جهت به همین سمت میخوان که از خوشحالی بکشونن. از این خاطر از سلف آنچه که در رابطه با این کودک‌ها باید توجه بکنن چون که انس رضی الله عنه میکردن نبی روحش بهش عادت می‌بودن با همراه اونها در حالی که سن سالش بزرگ شده در خیر 100 رفتگی بوده با همراه نبی روحش که 120 نبیره داشتن با اونها اینه که کدوم نوع اینه که بازی را میکردن با اونها چیز متوجه میکرد تیراندازی را در همون سن سال نیزه میزدن تیراندازی میکردن و باز میدویدن میرفت خودش با همون سن سالش نگاه میکرد که هدف رسیدگی هست رسیدگی نیست. شمشیر زنی از سواری آوازی کردن نه اینکه دنبال تو بگردی. بعضی علما فتوا دادن که دنبال تو بده در عقل نیست. دیدن بعضی علما این فتوا دادن. لذا دشمنان الله هم در جنگ فکری رو میخونید که دشمنان الله هم در رابطه با بازی ها هم این جنگ فکری هم داخل کرده است. در رابطه با بازی ها حتی بازی‌هایی که تشکیل میکنن در اون جنگ فکری هست. مردم بیشتر با فوتبال جوان‌ها را به این سمت کشوندن و از قضایای امت از قضایای تاریخی از رجولیت پهلوانی قهرمانی از چیزا دور کردن. الان یک نفر است مثلا بینش مثلا سعودی کرگی جو یکم میگیره همین یعنی گوشش مثل سکرگی رکورد داخلش میکنه سرش مثلا که 10 سال شدگی نیست در رکورد داخلش میکنه. صبح فجر اول به خاطر بعضی بازی‌ها را تشکیل میکنن مثلا حیوان میگذارن میرن مشق میکنن برای یک حیوان مثلا در همه دیوانه میکنن همین که در حالی که جایز نیست. ببین شریعت و دین الله عزوجل با حیوانات رحم کرده است. اونها امروز دم از رحم بدن و از حقوق بشر حرف میزنن. اسلام و شریعت و دین الله عزوجل نه تنها حقوق بشر بلکه حقوق حیوان هم حتی میگه رعایت کنه. شما ندیدید نباید که اونها مثلا که حتی عمر از اونها بالا یه نفر میبینه که همو خرش رو از حد بالا بر کرده است و من میکنه اگه باید حق دارد. یک نفر سگ رو آب میدهد و سبب داخل جنت میشه. یک نفر پیشک رو نگاه میدارد و آبش نمیدهد و وفات میکنه و سبب داخل جهنم میشه. پس این شریعت و دین الله عزوجل حتی با
احتمال وارد است حتی رحم کردن به حیوانات چیزی که اذیت نمیکنه نباید به قتل رسول که اذیت نمیکنه. این است یعنی رحمت در شریعت و دین الله عز و جل است. اما این غرب دعوای از حقوق بشر میکنند، حد دیگه معلوم شد که چقدر مثلا که بشر به قتل میرسونند. در فلسطین، در عراق، در افغانستان، در بورما اینقدر به قتل و کشتار و زن و مرد و کودکان دیگه دروغ است که بازم از کسانی هستن که غافل هستن که حالا با اینها باور میکنن. ببین که از مسابقه اونها یک از مسابقه خوش هم مثل که حیوانی را مثلا گاوی را چکار میکنن در میدان میگذارن و هر کس به اون مثلا چکار میکنن میزنن اینکه تو او را بفرمند با تیر و با نیزه و با هر چیز میزنن تو اینکه امر از مثلا که به قتل برسونن. یک بازی است او یعنی که عذاب کشته شده است این کار اینا انجام میده. یا که هر کس به هر طرف به هر چی میزد او مثلا دیوانه میکرد او سر میکنه. بازیش دیگه است، کسی میگیره جای اول است. ببین چقدر یک نفر یک کاری انجام میده که گناه هست جای اول میگه بازی. پس از این جواب ما ذکر میکنیم که پس ببینید که در جنگ ها در بازی ها هم دشمنا تغییرات ایجاد کردن. که بازیچهای درست که هستن در اون موزیک بازیچهای درست که هستن که در خلاف شریعت هستن، اما با دینشون دعوت یک چیزایی هست که مردم با هم صاحب کشوندن هستن. یا که مردم بعد مثلا که با فوتبال و با همین چیزا مثلا که کشوندن تا اینکه از اون بازی‌های اصیلی که در شریعت و دین الله عز و جل است از اونها دور کردن. در حالی که از اون مرز آنها است که با والی‌ها نامه را کرد که فرزندهاتون سباحه یعنی که شنو کردن، شمشیر زنی، اسب سواری، حتی یک نفری که اسب نگاه میکنه در شریعت و دین الله عز و جل حدیث ذکر میشه که یک نفر اسب نگاه میکنه برای جهاد تربیتش میکنه، حتی در همون پیشابی که تازه میکنه و همون علفی که میدهد در اون برای نفر اجر است. این اهتمام به چی؟ اهتمام ورزیدن به سواری است. و عز و جل ایرا اسب مثلا که خوبیش ذکر کرده است والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. از این خاطر اونها باید که به این چیز اهتمام ورزیدن. اما دشمنان الله عز و جل میبینی که اونها در دیگر جهت تیاری میبینن، قناص و سنایپریست و هدف زن و تیار میکنن، ما مسلمانان را به قتل میرسونن، میزنن میکشن و ولیکن جوانهای ما را به چی یعنی که مشغول کرده هستن؟ به فوتبال، به دویدن، نجخت کشول میکنی یک جایزه را میگیری، سر تا 10 سال نمیشه یک جایزه میگیری در رکورد داخل میگیرن. به همین چیزا جوانها را مشغول کرده است. باز دیگر از بازی چو با بازی‌های برآمدگی است که با او احمقی از حیوان اگر میاد میخندن، با بازی‌های که برآمدگی است که تماما هیچ معنی نداره. با تلفن و با مشغول شدن با یک طرف. از خاطر قهرمانی در اینترنت و در کنسرای زدن و در اونجا آدم گرفتن و بازی کردن در اونها نیست. که بعضی بازی هست مشهور است آنلاینی است بازی میکنن که نفر میگیری شریک میگیری یا همش از طرف غرب است. ما رو با این چیز مشغول میکنن، ما را قهرمان خیالی تیار میکنن. نفر میگه بازی همین چی بازی است مشهور است آنلاینی بازی میکنن که شهر به شهر پابجی نه پابجی نیست دیگر است نه. بله خب اینا یعنی تر قهرمانی چی درست میکنن؟ قهرمان خیالی. اگر در پیش یک خلافشکه با کفت باور که 4 روز به خود نمیاد، لیکن در داخل اونجا با یکی تو شخصیت هستی بازی میکنن. نه در عمل چیزا نکنه، در عمل غیرت داشته نکنه. عمل که وقتی که خواهر مسلمان تا حجاب میگیرن حجابش میگیرن بتونی دفاع بکنی، غیرت داشته باشی. لیکن بسبب همین چیزا رو درست کردن دیگه غیرت جوانان رو درست کردن. جوانان فقط غیرتشون خیالی است، داخل اینترنت هست. زور میگه که دیگه قتل کردن. از این دیروز خبر دیدیم طلبه‌های مکتب جمع کردگی هستن، 2 نفر به قتل رسیدن، جنش دیگه 2 نفر کشته شده. بچه‌های طلبه مکتب یعنی حال همون جهالت از جوانای ما، زوری مکتب، زوری صنف، زوری قشلاق، حال همون جهالت هست. جهالتی که 30 سال 40 سال پیش بود حال هست. همون زور همون کسی است که از خواهر مسلمانش دفاع میکنه، زور کسی است که از توحید مساجدی که بسته کرای شدن از اون دفاع میکنه، از خواهر خودش، از مادر خودش که وقتی که میرود در یک جا داخل شدن میگه که حجاب تا بکش، نمیگه زور میگه. انا این از زور که دفاع بکنه. ناموس در اینجا هست، دیگه چیز نیست. او زور نیست، او شجاعت نیست، او غیرت نیست که برادر مسلمان اختبار به قتل برسونید، طلبه همسیفت به قتل برسونید. این شجاعت و غیرت نیست. شجاعت نمو کافری به ناموس دیوسی به غیرت که میاد حجاب یک خواهر مسلمان میگه، حجاب خواهر اخته میگیرد، مادر اخته میکشد، او را پرسش سوال جواب میکرد. از این دفاع کردن انایی است، از دین دفاع کردن انایی است، شجاعت و غیرت. بله الله المستعان. پس باید که فرزندها را از خودسالی باید که پدر و مادرها خصوصا مادرها باید به این چیزها باید که تربیت بدن. بله. و همچنین قال ابو حیان رحمه الله و مع ذلك روى الناس عن با وجودی که از پدرش همین کتاب‌ها را و همین قرآن که سنش از 10 ساله پایان بوده که از پدرش اینا را روایت کرده که بوده گرفتگی بوده سند و همچنین با وجودی که اینا را از پدرش یعنی که آموختگی بوده
و دیگرها از این روایت میکردن در حالی که سن سالش از 10 ساله پایین. و همچنین زید ابن الحسن ابن زید ابن حمیر الکندی البغدادي رحمه الله قرأ القرآن بالروايات العشر وله 10 أعوام. يعني در حالی که 10 ساله. قال الذهبي رحمه الله وهذا شيء ما تهيأ لأحد قبله ثم عاش حتى انتهى إليه علو الإسناد في القراءات والحديث. ذهبي رحمه الله فرماید که و این چیزی است که تهيأ لأحد قبله و این چیزی است که آمادگی دیگه است برای یک شخص قبل از اون ثم عاش حتى انتهى إليه علو الإسناد. سپس زندگی کرده است تا اینکه به انتها رسیده است برای او علو الإسناد في القراءات والحديث. یعنی به این معنی که بعضی از علما فرزندهاشون از خردسالی میفرستادن برای گرفتن اسناد تا اینکه علوی اسناد را به دست بیاورن. علوی اسناد را مثلا اگر یک نفر منتظر بشود، الان در سندها بیشتر کسانی که الان قرائت میخونن و سند را میگیرن 28 است. 28 نفر در سند است و شخصی که میگیرد این 29 میشه تا اینکه مثلا این تا 70 80 تا 100 سال که مثلا که کمتر بیشتر که در قید حیات است این نفر دیگر از این میگیرن و این همین قدر سال 29 سند میشه در سند. از این خاطر اگر یک طفل نگاه میکردن که اگر این منتظر بشود علو اسناد را از دست میدهد، علو اسناد را از دست میدهد. علو اسناد تلاش میکردن که سند بالا را بگیرن، اما هر چی سند نزدیکتر به کی باشد به پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. از این خاطر از خردسالی فرزندهاشون میفرستادن و تشویق میکردن تا اینکه بروان علو اسناد را بگیرن. حتی ثابت از صحابه است که در 5 سالگی و 6 سالگیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت کرده است. کی است؟ نعمان ابن بشیر. علي بن الحسن الخضرمي قرأ القرآن على عبد الرحمن بن الحسن الخزرجي وعلى نعم الخلفي ابن محمد الأنصاري وله 10 أعوام. نعم 10 سال. همچنین محمد بن أحمد الموصلي الملقب بشعلة قرأ القراءة صغيرا على علي بن عبد العزيز الأربلي. همچنین محمد بن أحمد صائع قرأ القرآن بالقراءة على ابن ناشرة إلى سورة الفجر ثم منعه أن يختم كأنه استصغره الإجازة. بل محمد بن أحمد الصائغ قرأ القرآن بالقراءات على ابن ناشرة، يعني در نزد ابن ناشرة محمد بن أحمد الصائغ قرآن را با قراءات در نزد ابن ناشرة تا سوره فجر خواندن و همین ابن ناشرة منع کردن را از ختم کردن تا سوره فجر خواندن و او را منع کردن از ختم کردن. كأنه استصغره الإجازة، و که او را خود شمردن بر سند گرفتن بر اجازه گرفتن او را چه کردن؟ خود شمردن. این تو همینجوری خوان این تو سوره فجر خواندن دیگه منع کردن که ختم نکنن. یعنی او خود شمردن، کوچک شمردن بر اجازه گرفتن بر سند گرفتن که یعنی اولی خود دست بر سند گرفتن. قال الصائغ پدر محمد بن احمد الصائغ فشق ذلك علي، یعنی هیچ برای من مسخ شدت. وجئت الى شيخنا الكمال الضرير أي سهل الشاطبي فعرفته إن أخبرته. بس أمنا نزد شيخ موميغا كمال كي أزمو خشواندهوي أسرافي همسرش الشاطبي أس خشواندش موميغا يا خبر ده بهم چيز. فقال إذا كان الغد وجلس الشيخ خذ بيدي إليه. فردو كشيدك شيخي نشستن در جوی درسشون خذ بيدي إليه، دست من رو بگیره و من رو نزد شيخ برکش رو یعنی که من کردن او را از ختم کردن. قال فلما اصبحنا وجاء الشيخ تسب کردیم میگه فردا شدک شیخ آمدک اتیت الكمال الضرير نزد همین شیخ من کمال الضرير میگه آمدیم فاخذت بيده من موضعه الى عند ابن ناشره. پس میگه او از دست گرفتم از اون جوش و رفتیم نزد ابن ناشره. ابن ناشره استاد محمد بن احمدی صایغ است. فتحدث ساعه، اینو بعد دیگر صحبت کردن یک ساعتی. ثم قال لما لم تدع هذا يختم، يعني چرا نگذاشتی که این طفل محمد بن احمد ختم بکند. فقال يا سيدي الناس كثير وهذا صغير، مردم زیاد است و خود است. والله يعلم متى ينقرض هؤلاء الذين قرأوا علينا. الله میداند که چه وقت که اینها با آخرین رسانه کسانی که بر من خواندگی هستند. قال فامسك الشيخ الكمال بفخذيه وقال اسمع. میگه گرفت
شیخ کمال با بازوهایش و قال اسمع و گفت گوش بکن نحن نجیز من دب و درجه نحن نجیز من دب و درجه ما اجازت میدهیم کسی که نزد ما آمدگی است حرکت کردگی است نزد ما آمدگی است ما براش اجازت میدهیم عسى ان ينبل منهم شخص ينفع الناس ونذكر به ونذكر به امید است اینکه از این شخص دیگر بگیرن و مردم منفعت بگیرن و ما متذکر بشویم و ما يدريك ان يكون هذا واشار الیه تو چی میفهمی که شاید همون شخص میگه همین باشد مثلا اشاره کردن به طرف همین محمد ابن احمد صائغ به طرف همین اشاره کردن به طرف محمد ابن احمد صائغ اشاره کردن که شاید همون کسانی باشن که به توسط همین انسان ها یعنی کسایی بود از اینها منفعت میگیرن و کسایی دیگر از این میآموزن و تعلیم میگیرن و مردم از اینها منفعت میگیرن و اشاره کردن به طرف همین شخص تصویر میگه که شاید همین نفر باشه لكن من نكنا إذا قلتن قال فوالله لقد كانت مكاشفة من الشيخ كمال الدين فإنه لم يبقى على وجه الأرض من أولئك الخلائق من يرى عنهما غيره قسم بالله بتحقيق مجا مكاشفة از همین الشيخ كمال مجا چیدک ظاهر گشته مجا مكاشفة اینه که امری خارق العاده هم کرامات میگن چیزی که یک شخص میشنود دیگران نمیشنون او را یک چیزی را او میبیند در بدونیش که در خوابش دیگران او را میگن کرامه میگن کرامات در نزد اصحاب جماعت قبل بعضی وقتا میبینی که شیخ چیزی را میشنود دیگران نمیشنون و این اختیار اون است الله عزوجل این براش کشف میکند الله عزوجل براش کشف میکند و چیزی را میبیند که دیگران نمیبینن چی در بدونیش چی در خوابش باشه هوای میگن کرامه که مکاشفه پس میگه فإنه لم يبقى على وجه الأرض من أولئك الخلائق من يروي عنهما غيره يعني باقی نموندک بر روی زمین من أولئك الخلائق از این گونه انسان ها کسی که روایت از اونها غیر از من یعنی غیر از من از همین گونه انسان ها دیگه باقی موندگی نیست از این کسانی که همین گونه صفات ها داشتن براشون همین چیزو کشف میشد همینقدر اولیای الله عزوجل بودن غیر از من دیگه کسی دیگه موندگی نیست همین کسی است که در خردسالیش نزدش خوندگی در خردسالیش همین يس محمد بن أحمد صائغ أسأل الله أن يرزقنا حفظ كتابه حفظا متقنا مع تدبره والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أسأل الله عز وجل طلب میکنیم که الله سبحانه و تعالی رزق بدهد رزقی حفظ کردن کتابش را و همچنین حفظ کردن کتابش را به صورت اتقان بسیار مستحکم و همراه تدبر کردن و عمل کردن به کتاب الله عز وجل و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین تم بحمد الله والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.